درست شد. پس پر و نوتا فصل 1 هستیم. من با توجه به هر چی که در واقع توی این درس داشته باشیم براتون اینها رو واژه‌ای باشه هر چی که باشه خواهم گفت. پس از کجا هستش پر و نوتا؟ صفحه 6 رو دارم میگم. ببینید نوشته پربریت این پسلوشایته، گوش بخونید و گوش بدید. خب پربریت شما براتی رو داشتید، برم رو داشتید، پربریت یعنی فرم امرشه، میگه یعنی بخونید و تمومش کنید. توی زبان اسلوونی افعال حالا تو سطوح پیش رفته میبینید که به دو گروه تقسیم میشن، افعالی که معنای در حین انجام کار دارن و افعالی که یعنی اون کار انجام دادن و تموم شد. حالا تو اون سطح براتون میگم. حالا فعلا فقط بدون پربریت این پسلوشایت گوش دادن. خب ببینیم این آقای معلم که تو سمت چپ وایساده داره و بچه ها حرف میزنه. خب پس ایشون آقای معلم هن، یعنی ایشون اوچیتل هستن. یاسم نایتس واش اوچیتل. خب پس واژه‌ای که اینجا اومده چی هست؟ اوچیتل. درسته؟ اوچیتل یعنی معلم و این اوچیتل در واقع مذکر هستش. خب مؤنثش چی میشه؟ میشه اوچیتلیتسا. درست شد؟ پس اوچیتل یک آقای معلم هستش، اوچیتلیتسا چی هستش؟ خانم معلم هستش. پس اینجا میگه که واش اوچیتل، یعنی من معلم شما. واش رو هم که میدونی صفات ملکی دیگه. خب حالا این دختر خانم میگه که یاسم آنا، اونم خودشو معرفی کرد. توی میلوش، این توی لاورا. اون میلوشه، اونم لاوراست. حالا ما اینجا یه جدول داریم، توجه کنیم نوشته ایم این پریمک اسم و نام خانوادگی، درجاوا کشور، پوکلیتس شغل. خیلی خوب. پس این الان اوچیتل و اوچیتلیتسا که من نوشتم اینا چی هستن؟ پوکلیتس هستن. اینا پوکلیتس هستن، یعنی اینا چی هستن؟ شغل هستن، پوکلیتس. خب بعد مثلا مثال چی؟ در جاوا کشور هستش. خب مثال کشور مثلا چی؟ ایران. دیگه چی مثلا چه کشوری بلدید الان؟ اسلوونیا. پس اینا مثال در جاوا. و بعد پوکلیس در جاوا ایمه و پریمک هم که نام و نام خانوادگیه. ایمه این پریمک آنا راند، سارا کرامر، لاورا وودو پیوتس، چه فامیلی با مزهی داره، وودو پیوتس، زولتان روکان، میلوش نوواک و آرتورو پرز. خیلی خوب. نوواک یکی از فامیلی های خیلی معروف توی اسلوونیا، سال بعد همین تو کتاب همش گوسپوت نوواک داریم. در جاوا اینا از چه کشورهایی اومدن؟ آرژانتینا، استریا که همون اتریشه، ایتالیا، مجارسکا مجارستان، سربیا و اسپانیا. معانیش هم معلوم. پوکلیتس، ناتاکاریتسا. خیلی خوب بچه ها ببینید بریم سراغ پوکلیتس. پوکلیتس من جای جدول براتون درست کردم. شغل ها فرق میکنه درباره شغلی یک مرد حرف میزنیم یا یک خانم. مثلا شغل هایی که ما داریم مثلا اوچیتل معلم آقا اوچیتل هست، معلم خانم اوچیتلیتسا. درست شد؟ درست شد. اوچیتل و اوچیتلیتسا. پس اینجا در واقع یک موقع های ممکنه مثلا تسا در واقع همون ایتسا بیاد که انتهای کار و این رو مؤنث بکنه. مثلا داریم ناتاکاریتسا، پیش خدمت، ناتاکاریتسا که باز هم این اومده در انتهای اسمی رو مؤنث کرده. خیلی خوب. اگه یه نفر شما شغلتون رو میخوایم بگیم، معلمید میگید یاسم، اگه آقا هستید میگید یاسم اوچیتل، اگه خانم هستید میگید یاسم اوچیتلیتسا. یک نفر که مثلا فرض میکنیم که پیش خدمت در رستوران هست یا توی یک باره میگه یاسم ناتاکار و اگه خانم میگه یاسم ناتاکاریتسا. درست شد؟ پس اگه شما مثلا میخواین برین یک مثلا مصاحبه یا کلاس زبان هر چی شغل رو اول ازتون بپرسن، بعد مثلا یه نفر بگه که یاسم علی، خب یاسم مثلا اوچیتلیتسا، غلطه دیگه، یاسم اوچیتل.
خیلی خب، پس هر کسی اگه خانم هستید فقط بدونید هر دو رو، ولی اون خب مهمتر اینه که اونایی که مؤنث هست رو حفظ کنیم. پسیولوژینیا، پسیولوگ داریم و پسیولوژینیا، درست شد؟ پس داریم پسیولوگ، پسیولوگ، همون پسیولوگ، و اینجا هم باز همین رو میتونیم ازش داشته باشیم، چی؟ پسیولوژینیا. پسیولوگ و پسیولوژینیا در واقع روانشناس آقا و خانم. پسیولوژینیا، پس میبینید این اینیا آمده اینجا، این رو تبدیل کرده به فرم مؤنثش، درست شد؟ خیلی خب، من یه خود اینو در واقع اندازش رو کوچیک‌تر کنم که نه اون وقت براتون قابل دیدن نیست. یه خود کوچیک‌تر کردم که بتونم واژه‌های بیشتری بنویسم. خیلی خوب، دیگه چه واژه‌ای داریم؟ نوینارکا. خب نوینار و چی؟ نوینارکا یعنی خبرنگار. نوینار و نوینارکا که اینجا اگه مشاهده کنید در واقع کا اومده این رو مؤنث کرده، نوینار و نوینارکا. دیگه چی داریم اینجا؟ انژینیرکا رو هم در واقع براتون گفته بودم. انژینیر، مهندس و انژینیرکا. پس اینجا هم دوباره کا اومده این رو مؤنثش کرده، درست شد؟ و بعد دیگه چی داریم؟ استرونیک، واژه مهمیه، استرونیک و استرونیتسا. خب در واقع استرونیک پزشک هستش، استرونیتسا پزشک خانومه. این دیگه استرونیکا نداریم، استرونیک، استرونیتسا، درست شد؟ پس این ایتسا میگیره بدونی که اصلا کاری باندش. استرونیک، استرونیتسا. zdravie، سلامت، نازدراویه همون نوش فارسی خودمونه، نان چیرز. پس اینم از این. و اشتودنت و اشتودنتکا، اشتودنت و اشتودنتکا. خیلی خوب، اینجا هم باز میبینید اشتودنت و اشتودنتکا یک کا اومده این آخر که این رو هم باز چیکار کرده؟ مؤنث کرده. پس برای شغل ها توجه داشته باشید چه موقع در فرم مذکر هست و چه موقع در فرم مؤنث. حالا اینجا یک در واقع CD هست که شما باید گوش بدید که اینها خونده میشه، میتونید روی در واقع تلفظ لغات هم اونجا بهتر کار بکنید. من بقیه این صفحه 6 هم سریع بخونم. پریبریت این ادگووریت زاسه. پریبریت که بخونید، ادگووریت یعنی جواب دادن، ادگووریت زاسه فاسی خودتون جواب بدین. خیلی خوب، میگه که یاسم آنا راند، این تی. خب شما مثلا علی هستید، می نویسید که یاسم علی. مریم هم اونجا سال. خوب، پس یاسم مریم. خط بعدی، یاسم ایز آرژانتین ایز مندوزه، این تی یعنی و شما، این تی و شما میتونم یاد بگیرین خودتون معرفی کنین، بعد میخواین شخص مقابلم بگه، مثلا میگی من ایرانیم و تو ندونم میگه مثلا من هلندیم. خیلی خوب، پس یاسم ایز آرژانتینه، من آرژانتینی هستم، ایز مندوزه، این تی. خب تو از کجا هستی؟ در واقع تو کجایی هستی؟ خب حالا ببینیم، میگه که ایز آرژانتینه و ایز مندوزه، این همون در واقع دروگسکلون هستش، درسته؟ خیلی راجع به درجاوا میخوایم صحبت کنیم. خب ایران و اسلوونیا رو میدونیم، گفتم که توی دروگسکلون فرم دوم ایز به معنای اینه که شما from از یک کشوری هستید. خب ایران نه، ایز ایرانا. خب از جملهش میشه چی اگه من بخوام خودم معرفی کنم؟ میشه یاسم ایز ایرانا. ایران چون در واقع فرم مذکر توی اسامی میگیره، آخرش یه آ میگیره فقط، یاسم ایز ایرانا. ولی اگه یه نفر اهل اسلوونیا باشه اون وقت میگه چی؟ میگه که یاسم ایز اسلوونیه، درست شد؟ چون مؤنث بود دیگه. یادتون هست که توی دروگسکلون فرم دوم تبدیل میشه به این. پس من اینجا می نویسم که بر اساس
هر وقت که راجع به کشورها حرف میزنید حواستون به فرم دوم باشه. خیلی خوب، بعدی جمله بعدی رو میخونم. دلم کت ناتاکاریتسا، من به عنوان یک پیشخدمت کار میکنم. دلم کت ناتاکاریتسا. اینتی کایسی پوپوکلیتسو. کایسی پوپوکلیتسو یعنی که شغل شما چیه؟ کایسی چی هستی؟ پوپوکلیتسو. پوپوکلیتسو پتیسکلون هست، فرم پنجمه. شما به عنوان یک در واقع جمله یاد بگیرین کایسی پوپوکلیتسو. مثلا کمی سری مکالمه به زودی بذارم یه ویدیو جدا. کایسی پوپوکلیتسو، شغلت چیه؟ شما همون تکرار میکنیم، میگیم پوپوکلیتسو سم، از شغلتون رو میگیم، همون شغلایی که تا الان درس دادم. پس واژه‌اش میشه چی؟ پوپوکلیتسو سم. مثلا من اگه بخوام بگم میگم پوپوکلیتسوسم اوچیتلیتسا. من مثلا معلمم، پوپوکلیتسوسم اوچیتلیتسا. هر چی که شغلتون هست بعد از پوپوکلیتسوسم میذارید. حالا اگر آقا هستید یا اگه خانم دقت کنید. پربریت این دو پولنیته، ستون کناریشو دارم میخونم. میگه که بخونید و کامل کنید. دو پولنیتی یعنی کامل کردن. پربریت این دو پولنیته. توی لاورا ودو پیوتس از ایتالیه از ترستا دلا کوت نوینارکا. پس این لارا ودو پیوتس هستش، از کشور ایتالیا هستش، از شهر ترس، شهر خیلی قشنگی. بریم ببینید، نزدیک اسلوونی، نزدیک مرزه. دلا کوت نوینارکا، خیلی کار میکنه به عنوان در واقع چی میشدش؟ آفرین، به عنوان خبرنگار. توی میلوش نوواک از سربیه از بئوگرادا پوپوکلیتسوی استرانیک. خب این هم آقای میلوش نوواک از سربستان، از شهر بئوگراد. شغلش هم چیه؟ در واقع پزشک است. حالا خب من سریع بگم، وقتی میگه دلام کوت یعنی به عنوان این مثلا شغلی کار میکنم. پوپوکلیتسو این شغلم اینه. نکنیم مثلا یه موقعی من مثلا یه شغلی دارم ولی حالا اومدم توی کشور دیگه ای دارم یه شغل دیگه ای رو انجام میدم. خب اونجا من میگم دلام کوت، ممکنه دقیقاً مطابق با تحصیلات من نباشه ولی میگم پوپوکلیتسو یعنی که شغل ثابت من اینه. پوپوکلیتسوسم، خب این شغل ثابت منه. دلام کوت یعنی الان به عنوان این کار میکنم. ممکنه یا سم استودنتکا، مثلا دلم کوت ناتاکاریتسا، من یک معلمم به عنوان این کار میکنم، به عنوان پیشخدمت کار میکنم. پس مثلا بگم که یاسم استودنتسکا این دلم کوت ناتاکاریتسا، من معلمم اما الان به عنوان پیشخدمت کار میکنم. خب حالا شما این جمله رو کامل میکنید دیگه، این کار شماست. این آقای نیتس کولنس هست از اسلوونیا، از ماریبور، معلمه. شما جملهش رو براش کامل میکنید. خب نکته هم که تو بخش زرد اومده، سم ایز اسلوونیه که اسلوونیا تبدیل شده به اسلوونی. سم ایز لیوبلیانه که لیوبلیانا شده لیوبلیانه. سم ایز بئوگرادا که بئوگراد چون فرم مذکر بوده شده ایز بئوگرادا.